با پیغمبر علیه السلام مشرکین مکه دشمنی ها کردن، یهودی مدینه دشمنی ها کردن. در او زمان هم همچو اختلافات خیلی شدید در بین طایفه ها موجود بود، اما دست به سوختن قرآن یا به مسخره گرفتن قرآن نزده بودن. قرآن از بین بردن نمیتونه. قرآن کتابی است که در سینه های میلیاردها نفوس جا داره. قرآن کتابی است که ضمانتش الله تبارک و تعالی کرده. قرآن توهین نمیشه، اسلام هیچ وقت ذلیل نمیشه. اسلام الله عزیز پیدا کرده. یک توده مردم، یک گروه مردم الله ظاهرین علی الحق تا روز قیامت نگاه میکنه. علم برداری همین کتاب و همین نظام آسمانی است. نمیتونه با سوختاندن دو موتر، کانتینرها، بستن تمام مطبعه ها قرآن از سینه مردم بیرون بکنه. اینا نمیتونه و میدونن که به هیچ چیز ما ضرری به اسلام رسانده نمیتونیم.